سلام بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی پیشکش شما میکنیم. امروز دوشنبه 9 اوگوست است. حالا مرور میکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز. در پی شکایت‌های سرشمار مسافران، فرماندهان گذرگاه مرزی فاتح آباد واقع در مرز تاجیکستان و ازبکستان عوض شده‌اند. در تمرین مشترک تاجیکستان و ازبکستان و روسیه حمایه مشترک مرز و محو گروه‌های دهشت‌افکن را می‌آموزند. و در ختلان مادر دخترش را تا خودکشی رسانده از آزادی محروم شد. در اونجا به نهایت خوب می‌نویسد که کی زده است چی زده است. از مادرش سر کرده تا دیگر اعضایان عائله. ماه می سال روان باران و سیل و لغزش زمین ده‌ها ساکن یک دهه نوآباد ناحیه عبدالرحمن جامی را از مکان زیست محروم کرد. آن زمان مقامات وعده دادند که به زودترین فرصت در جای بی‌خطر به مردم ضرر دیده خانه‌های نو می‌سازند. چندی پیش گروه از این مردم صاحب منزل‌های نو شدند. دیگران هنوز هم شکایت دارند که ساختمان منزل‌هایشان به کندی پیش می‌رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش می‌بینیم. این جفت بازنشسته در منزل نوشان هستند که مقامات برایشان ساختند. این با تلویزیون آورد، یک گاز آورد. خانه آنها بهار امسال در نتیجه لغزش خاک فرو رفت. از آن زمان در خیمه و یا خانه خویشاوندان زندگی می‌کردند. سه خانه در کردگی عبارت است. کخنی دارد، با پدوال من دو تا پدوال دارد. همش دروناش با پلاس قالین تامین کردن. لوستر پسلو چسباندگی همش تامین داده است. ابوی یک خانه را ابوی که دادگی هم. در این روستای نوبنیاد که ساکنان جماعت نوآباد زندگی میکنند، آنها را از خیمه هایشان به اینجا کوچ داده اند. خانه ها را از حساب بودجه دولت و صاحبکاران کارخانه ها ساختند. بعضی از خانه ها نیم تمام است، ولی ساکنانش میگویند ناشکری نمیکنند. دو چهمی بچه‌م خودش ساز کرده، بچه‌م کرد. اما با یه بچه اینم استاد خودش هم دو ساز کرد. یاش دیگه ایستاده. اما رئیسمون نمیاد دیگه. مقامات میگویند این مشکل را نیز حل میکنند. مسئله توها با آخر رساندن 20 خانه‌ای که فرو رفته بود، ما 16 عددش با پرگی 4 خانه دیگر باقی مانده است. تا روزهای پنجم خداخواد ایناش هم میسپاریم. فلاکت در جماعت نوآباد روز 8 می رخ داد و 20 خانه را از بین برد. امسال در نتیجه سیل و فلاکت‌های دیگری طبیعی در تاجیکستان 128 خانه ویران شده، 400 خانه دیگر آسیب دیده اند. با اطلاع منابع رادیوی آزادی، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان و معاونانش از منصب برکنار شدند. خبرنگار رادیوی آزادی فرزان محمدی قضیه را از ابتدا پیگیری میکرد و حالا سخن به او. در پی نشر شکایت چندین مسافران توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره حق‌ستانی در گذرگاه فاتح آباد بین تاجیکستان و ازبکستان از جانب رئاست خشونت‌های سرحدی، رهبران مرزبانی این گذرگاه را عوض کردند. هفته گذشته به سمت سردار قسم سرحدبانی گذرگاه فاتح آباد سرهنگ بایمراد عبدالحمیدوف تعیین شده است. در این باره یک منبع باوربخش از این نهاد اطلاع داد و افزود و تعیین دادن در گذرگاه گلستان شهر اسفره که هم مرز با قرقیزستان است کار میکرد. همچنین با او 2 معاون دیگر نیز نو به کار شروع کردند. قبلا در وظیفه سردار قسم سرحدبانی گذرگاه فاتح آباد عالم ستاروف کار میکرد و حالا معلوم نیست که سبب برکناریش چیست. روز 28 ایول رادیوی آزادی از گذرگاه فاتح آباد گزارش داد که صدها نفر در مرز تاجیکستان و ازبکستان جمع آمده خواهان گذشتن از سرحد هستند، ولی به ادعای بعضی از خواهشمندان عبور سرحد از آنها برای گذشتن حق طلب می شود. هرچند مسئولان گذرگاه یا ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هنوز در این باره واکنش نکردند، ولی مسئولان ریاست آژانسی ضد فساد در سوخت میگویند پس از گزارش رادیوی آزادی گروهی را برای تحقیق حق‌ستانی در گذرگاه‌های مرزی فرستادند.
شرف عوضزاده سردار این ریاست هفته گذشته در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت یک هفته‌ای در همین کار میکنم باور کنید باز میگم متاسفانه شهروندانی که در هم خودی مرز سوداگان ما خواهش میکنیم التماس میکنیم همراه با کارمندان ما همکاری کنیم بسیاری ها همکاری کردن دست میکشن برای این حالت ما اصول کردن نسبت نفرایی که گفتیم قرار قبول کردن و غیر امکان. شرف عوضزاده سردار ریاست آژانسی ضد فساد در سوق میگوید در 6 ماه اول امسال به این مضمون تنها یک عریضه گرفتند که بنابر نبودن نام مؤلف بررسی نگردید. از این پیش چندین کاربر سامانه نیز درباره مشکلی گذشتن از سرحد تاجیکستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند. بنابر بلند بودن نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان اکثر مهاجران ماه‌های آخر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده میبرند. ساکنان امید داشتند پس از سفر شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان در ماه ایون امسال گذرگاه‌ها پررو باز شده سفرشان به کشور همسایه آسان می شود. به سبب گسترش بیماری همگیر هنوز گذرگاه‌های سرحدی بستند. بنا به قاعده‌های قبلی آن شهروندان تاجیکستان که اجازه ویژه دارند می توانند توسط راه زمینی به ازبکستان گذرند. راه هوایی به کشور همسایه برای همه باز است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. پگاه 10 اوگوست رزمایشی مشترک نیروهای مسلح روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در مشقگاه حرب میدان واقع در ولایت ختلان تاجیکستان در حضور خبرنگاران نتیجه گیری می شود. این مشق مشترک گسترده در حال به انجام می رسد که در چندین ولایت هممرز افغانستان با تاجیکستان جنگ های شدید ادامه داشته بخشی عمده از مرز زیر نظارت طالبان گذاشته است. همکارمان میرزا نبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو قرار دارد. میرزا نبی بگوید که چنین تمرین گسترده شهادتی چیست؟ کشورها به حمله های احتمالی طالبان آماده می شوند؟ بله اسکندر، وزارت دفاع تاجیکستان میگوید دایره فراگیری این مشق نظامی وسیع بوده. بیش از 2000 سربازان نیروهای مسلح روسیه، ازبکستان و هم تاجیکستان شرکت نموده. در انجام عملیات‌های ضد حمله احتمالی دشمن 25 چرخبال جنگی و باربر، هواپیماهای بمب انداز، قریب 300 عدد زره‌پوش، توپخانه و مهمات مختلف استفاده شدند. بر اساس اظهارات ستاد حفظه مرکزی نیروهای روسیه، یک گروه هواپیماهای حمله کننده سو 25 چرخبال‌های جنگی می 24 اینچنین چرخبال‌های باربری نوع‌های گوناگون می 8 به شرکت در این رزمایش جلب کرده شدند. در مرحله اساسی مشق‌ها پیلوت‌ها با جستجوی پایگاه‌های پنهانی دشمن احتمالی مشغول شده. آنها از جای‌های جمع آمد نیروی زنده و تکنیک دشمن را هدف ضربه‌های موشکی و بمباران قرار می‌دهند. نتیجه آن را طور سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان فریدون محمدلیف امروز به ما وعده داده است. پگاه نتیجه گیری خواهند کرد. میرزا نبی، صرف نظر از جنگ‌ها در آن طرف مرز، طالبان بارها تاکید کردند که به کشورهای همسایه کار ندارند. چرا کشورهای آسیای مرکزی به این وعده‌ها باور ندارند؟ ببینید، مقامات تاجیکستان تا هنوز به طور رسمی در این مسئله اظهار نظر نکردند، ولی 2 روز پیش وسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت گفت کشورهای آسیای مرکزی از احتمال به قلمرو آنها در آمدن جنگجویان افغان زیر پوشش یا گریزه و یا پناهنده نگرانند. بر علاوه طالبان افغان در حساسترین نقطه‌های مرزی بین افغانستان و تاجیکستان گروه انصارالله را مسئول مرزبانی گذاشتند که اعضا و طرفدارانش در تاجیکستان با اتهام تروریسم تحت پیگرد هستند. مثلا مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف ساکن دهه شربگیان جماعت سفید چشمه ناحیه نورآباد شخصی است که طالبان در اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوف، شیکای، نوسای، ماهیمای و خان را به او سپردند. نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفته بود معلومات دسترس شده است که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرز قرار دارند.
و مقامات تاجیکستان ظاهرا با وعده‌های طالبان چندان باور ندارند و پرزیدنت امام علی رحمان فرمان جلب 20,000 نیروی اضافی را به مرز درخواست کرد و در کشور یک تمرین سرتاسری حربی با شرکت 230,000 نفر برگزار نمود. همچنین از روسیه و همپیمانهای دیگرش خواست در تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان کمک کنند. تشکر از همکارمان میرزانبی خالقزاد. رادیوی آزادی تحولات اخیر افغانستان و منطقه را پیگیری دارد و شما می توانید این تحولات را در سایت ما www.azadi.org پیگیری کنید، بخوانید و یا تماشا کنید. ابتدای سال روان در ولایت ختلان یک دختر نورس خودکشی کرد. دادستانی تحقیق این حادثه را تکمیل نموده به خلاصه آمد که مادر و دیگر اعضای عائله با فشار و اذیت پیوسته این نورس را به خودکشی رساندند. حالا مادر کلان با عکس نبیره در دست حیران و پریشان است و میخواهد دخترش را از زندان رها کند. اوخی تو من میگفتی که من دکتر میشم برای تو برای چه درمندم اوخی مورا خوک دهن کدایی دخته اوخی مود گفره ای نداریم ای جو بخیزیم. مطمع بیبی از خودکشی نبیرش بیبی سونیا تقویبه خواننده مکتب در شهر باختر 6 ماه گذشت. این همی خلطه سفید خطی این همی جا خچه دور کشیده. بیبی سونیا 14 ساله پیش از خودکشی نامه را گذاشته است که باعث بازداشت مادر و سرگردانی بیبی شد. امون نوشته که او چجان گفته تمرا برای نگویا که برای نوده انگور زده باشه او را گویا که او به مخپر زده باشه او را اوخی اون نانی او را من میپختم لوی چکدان من میرفتم من مخپر داشتم او 21 سال ده او یگم بار مادری نشد که لوی چکدان بره او چی کنه نام بپزه که مخپر بگیره اوخی. جهانبی ایسایوا میگوید که نوشته نبیرش حقیقت ندارد. شعبه تفتیشات پرونده های مخصوصا مهمی دادستان ولایت ختلان علیه مبارک گیایوا مادر بیبی سونیا پرونده جنایی باز کرده است. به خودکشی رسانیدن. وابسته به یک چند حالتی منتظم لطکوب کردن پس زدن شان و شرف یعنی خواننده میره. زپیچکایی که چی کاغذی که پیش از مرگش نوشته است از طریق چی افتند از بالای کراوات افتند در اونجا به نهایت خوب می نویسد که کی زده است چی زده است از مادرش سر کرده تا دیگر اعضایان عائله چخیل به اون کس لطکوب اون کس تحقیق کردم و مورد لطکوب قرار دادم. دادستانی ولایت از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است. این مادر تلاش دارد در مراجعت‌های رسمی اثبات کند که دخترش بیگناه بوده تفتیش پرونده جنایی به حالت روانی او تاثیر کرده است. دخترم در امو بالسای روی امو جایی که آدمای گناهگاری سودیم نسته در امو جا محکم میکنن لیچنی میکنن امو جای میرم گریه متا میکنم ممکن است گفته آخی او گناهگار نیست. از بیمارخانه بیماری‌های روحی ختلان بیستری بودن مبارک گیایوا را تصدیق کردند ولی نگفتند او چی بیماری داشت. در 6 ماه اول سال جاری در ختلان 23 خواننده مکتب خودکشی کرده است. سال 2020 در این ولایت 38 حالت خودکشی نابالغان ثبت شده است. در اکثر موارد سبب خودکشی ها بیماری های روانی، افسردگی و گاهان نامعلوم میمانند. ابراهیم رئیسی پرزیدنت نو ایران محمد مخبری را که نامش در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا است به حیث معاون اول خود انتخاب کرد. فرمان در این باره 8 اوگوست صادر شده است. و شنوندگان ارجمند با همینجا رسیدیم به پایان برنامه امروزه. اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.